این غذاها رو چه جوری میخوری؟ برو بریم. پیتزا. چه سوال مسخره‌ایه. پیتزا با دسته، با کجات، با جای دیگه میخوری؟ به من بگو حتما. حالا بعضیا همونو میرن جلو، بعضی از جای مختلف میخورن، بعضیا تا میکنن میخورن، ولی با دست میخورن دیگه. پیتزا با چاقو و چنگال کسی خورده تا حالا؟ کیک خب با چاقو برش خورده میشه و با چنگال خورده میشه. اگه غیر از این استفاده میکنی یا جور دیگه ای میخوری، تو یه آدم فضایی هستی به نظر من. چنگال دیگه قطعا. با دستم میشه خورد، ولی خب کثیف کاریه دیگه. بال مرغ فقط با دست، مخصوصا این بالای مکزیکی تند هست. بال چون دو تا استخوان اینجوری وسطشه، چنگالو سخته دیگه بخوای هندل کنی. با دست بخوری که این استخونه رو بکشی، ولی چربیش خیلی بالا، زیاد نخورید. سالاد صد با چنگال دیگه، با دست نمیشه. سسش دستمست رو تو کثیف میکنه، حال نمیده. سالاد با چنگال منطقیه چون آیتماش هم راحت میان تو چنگال. برگر هم با دست دیگه. بعضی موقع حالا برگر خیلی گنده است یا آیتماش میریزه، با چاقو نصفش میکنی بعد میخوری، یا خود اون رستوران نصفش میکنه، ولی در نهایت با دست. ماکارونی چنگالو میکنیم تو همه، میچرخونیم میاد دورش و میخوریم. منطقی ترینش اینه. حالا مدل بعضیا با این چاپستیکا میخورن، تو ایران هم چوسی میان. آخه بابا بچه کره جنوبی داداشم، ژاپنی. و در نهایت برنج خب منطقه اینه که با قاشق خورده بشه، ولی حالا نمیدونم ما جنوبی‌ها اینجوری زیاد میخوریم یا همه جا اینجوریه. یه روشی داریم به اسم 64. 60 رو میذاریم 4، بعد این 60 رو میاری پشتش. نمیدونم چرا اصلا خوشمزه تر میشه. با دست بیشتر حال میده، ولی منطقاً با قاشق. مرسی.